بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. ازبکستان در انتقال تجهیزات به نیروگاه راغون مانع تراشی نمی کند. تشخیص نفخانه‌داران شروع شد. قطع فعالیت 165,000 صاحبکار در 5 سال. آمارهای دروغ منصبداران افشا شد. نرخ راهگیرها در شهر دوشنبه بالا می رود. نگرانی رحمزان رحیمزاده از سستی سطح کسبی زیرتابیانش. ازبکستان در برای انتقال تجهیزات و مسائل ساختمانی مورد نیازی نیروگاه برقی آبی راغون از قلمرو این کشور مانع تراشی نمی کند. با گزارش اوستا، بهرام شادیف معاون شرکت دولتی رای آهنی تاجیکستان در نشست خبری اخیر خود در دوشنبه گفته است که حکومت ازبکستان که سالها قبل برای استفاده از قلمرو کشورش به منظور ادامه ساخت نیروگاه برقی آبی راغون مانع تراشی میکرد، اکنون از این کار دست برداشته است و افزود اگر مشکلی در عبور قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان به میان آید صرفاً جنبه فنی دارد که به تکمیل نبودن حجت‌های ضروری گمرکی وابستگی دارد. این در حالی است که ازبکستان در سال 2010 با هدف جلوگیری از انتقال تجهیزات و مسائل ساختمانی برای نیروگاه راغون بخش از راه آهن مشترک میانی این کشور با جنوب تاجیکستان را در نزدیکی شهر ترمیز تخریب کرد و تا به حال نیز اجازه بازسازی این قطعه از راه را نداده است. دولت ازبکستان که در دوران شوروی طرح ساخت نیروگاه برقی آبی راغون را در پژوهشگاه آب و انرژی خود تهیه و ارائه کرده بود، پس از فروپاشی شوروی و کسب استقلال مدعی شد تکمیل این نیروگاه پیامدهای سنگین برای شرایط زیست محیطی منطقه دارد. این ادعا در حالی است که بانک جهانی پس از انجام تحقیقات کارشناسی درباره مشخصات فنی و پیامدهای زیست محیطی این نیروگاه در تابستان سال 2014 اعلام کرد تکمیل این طرح امکان پذیر است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید که تا به امروز در قلمرو کشور قریب 13,000 نفر کودکان و نورسان معیوب تا 18 ساله از جانب دولت نگاهوبین کرده میشوند. بیشتر این کودکان معیوب مادرزاد بوده از نکاح خویشاوندی اینچنین از والدین گرفتاری نشمندی به دنیا آمدند. وزارت تندرستی میگوید با مقصد معالجه و پیشگیری یک چنین بیماری و گرفتاری ها در تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز جمهوری طبی و ژنتیکی به فعالیت شروع کرده است. هدف اساسی تأسیس چنین یک مرکز رشد ساحه طبی و ژنتیکی در کشور، درست استفاده بردن ذخیره‌های مادی، تامین نمودن همه زمینه‌های کمک طبی و ژنتیکی از جمله مشورت‌دهی طبی و ژنتیکی، اسکرینینگ نیوناتالی بعضی بیماری‌های ارثی، تشخیص تا تولدی بیماری‌های ارثی با استفاده اصول‌های معاصر، پس نمودن سطح فقط کودکان سنی تا 1 ساله و پیشگیری معیوب شوی کودکان بوده است. نمود اساسی فعالیت مرکز جمهوری طبی و ژنتیکی پیشگیری علت‌های مادرزادی و ارثی برای تشکیل نمودن و گذرانیدن مشورت‌دهی طبی و ژنتیکی ریترو و پرسپکتیوی، تشخیص پریناتالی، تشخیص قبل کلینیکی نوزادان گرفتار بیماری‌های ارثی برای معالجه فرستادن بیماران و نظارت دیسپنسری عائله‌های مبتلای علت‌های ارثی میباشد. قابل ذکر است که هر یک نفر ازدواج کننده در تاجیکستان طبق طلبات قانون پیش از ازدواج این مرکز طبی را زیارت نموده از من بعد تشخیص حتمی میگذارد. مسئولان کمیته آماری تاجیکستان میگویند که طی 5 سال اخیر 160,000 صاحبکار انفرادی فعالیت خود را در کشور قطع کردند. قبلا همین کمیته در نتیجه گیری فعالیت 9 ماهه خود در سال گذشته گفته بود که به اطلاع آنها تنها از ماه ینور تا اکتبر 2015 بیش از 20,000 صاحبکار انفرادی اجازه نامه‌شان را بیکار نمودند. روز 25 ینور نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان نیز در
این باره اظهار نظر کرده و گفت تعداد صاحبکارانی که کارشان را در سال گذشته قطع کردند به 22,000 نفر میرسد. برخی از صاحبکاران میگویند یک چند عامل از جمله بالاروی ارزش دلار نسبت به سامانی، افزودن فایز قرضهای بانکی و زیاد شدن سرباری انداز آنها را به ترک صاحبکاری وادار کرده است. مسئولان کمیته اندازی تاجیکستان میگویند تعداد آنهایی که رشته کارشان را عوض میکنند و دیگر باره ثبت نام میشوند نیز کم نیستند و از این رو با قطعیت نمیشود گفت که کل این صاحبکارانی که پتنت یا شهادتنامه صاحبکاریشان را بیکار کردند ترک این پیشه نمودند. همچنین کم نیستند صاحبکارانی که سرمایه خود را به کشورهای دیگر انتقال میدهند و پایه‌های تجارتی خود را در آنجا میگذارند تا از اندازهای زیاد خلاص شوند. در تاجیکستان برای پیشنهاد آمار دروغ 1117 نفر منصبداران مجازات شدند. در این باره گلنار حسنova رئیس آژانس آمار تاجیکستان امروز 29 ینور در نشست مطبوعاتیش در دوشنبه خبر داده است. حسنova گفته است این نفران برای معلومات دروغ و اضافه نویسی یا جریمه بندی شدند و یا از مقامشان برکنار شدند. حجم عمومی جریمه صاحب منصب‌های دروغگو 316,000 سامانی بوده است. دروغگویی منصبداران را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم اعتراف کرده بود. عین زمان حسابات آماری در اکثر حالتها به واقعیت راست نمیآیند. معلومات آماری آید به استحصال محصولات یا خدمت رسانی با در نظر داشت منفعت‌های شخصی یا اداروی از جمله با مقصد از اندازبندی پنهان کردن استحصال محصولات بر زیاد نشان دادن اجرای نقشه استحصال و دیگر سبب‌ها کم یا زیاد نشان داده می شود که این باعث مرکب گردیدن به نقشه‌گیری استحصال محصولات، واردات و صادرات آن می‌گردد، گفته بود رئیس جمهور. سال گذشته با مقصد پیشگیری از آمارهای بر دروغ منصبداران به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شده بود که برای آمار دروغ جزای مأموری پیش بینی می‌کرد، اما جریمه بندی و مجازات 1117 نفر از آن درک می‌دهد که تغییرات به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تأثیر زیادی نداشته است. منصبداران تاجیک با آمار دروغشان شهرت عام شدند. یکی از دروغ‌های بالاخواندار پیش از تغییر کودکس این بود که قاسم جان قاسموف وزیر وقت کشاورزی کشور گفته بود تاجیکستان 1,000,000 تن کارتوشکا استحصال کرده است، اما وقتی دروغش افشا شد گفت این کارتوشکا را خنک زده است. بینندگان گرامی، اکنون چندی از رویدادهای دیگر را مختصر برایتان پیشکش می‌نمایم. دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان بازی دوم دوستانه را با تیم ملی ازبکستان که شام پنجشنبه 28 ینور در مجمع ورزشی ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با حساب بزرگ 2-11 مغلوب شد. گل‌های منتخب تاجیکستان را دلشاد سلاموف و رحمان علی شریفوف به هدف رساندند. سود ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مهلت بازداشت پیشکی ادوکات بزرگمیریارov را تمدید کرده است. بنا به گفته پیوندانشان 28 ینور سود با دلیل آنکه تفتیشات پوره به انجام نرسیده است مهلت بازداشت را برای بار دوم 2 ماه دیگر تمدید کردند. 27 نوامبر سال گذشته نیز در یک مرافعه سودی که در بینای بازداشتگاه موقتی برگزار شد سود ناحیه اسماعیل سامانی مهلت حبس پیشکی این وکیل دفاع را تا 2 ماه دراز کرده بود. طبق اطلاع دادستانی گنرالی روسیه برای فراری معروف آدینایف جوان 22 ساله تاجیک که 13 ینور از بازداشتگاه رقم 5 مسکو گریخته بود 20 زندانبان از جمله سردار بازداشتگاه و 4 مسئول دستگاه ریاست زندانهای مسکو و جوابگری انتظامی کشیده شدند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان برای بالا بردن حق راهگیران در نقلیات مسافربر شهر دوشنبه رازیگی داده است. در این باره امروز 29 ینور نظرآدی نژاده نایب سردار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان و پایگاه اطلاعاتی آزادگان بنا به معلومات خدمات ضد انحصاری خبر داده است. طبق منبع خدمات ضد انحصاری در پی حساب و کتاب خراجات مسافربران در دوشنبه بالاروی حق راهگیران را اساسناک خوانده خلاصه خود را به شهرداری روان کردند. مسئولین خدمات ضد انحصاری گفتند درخواست برای بالا بردن حق راهگیران از سوی مؤسسه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات را وارد شده است.
دوشنبه نقلیات خدمات پیشنهاد کرده است که حق راهگیرها در دوشنبه تا 14-15% بلند برداشته شود و سبب آن را گران شدن خصم‌های احتیاطی و فرسوده شدن مسافرکش‌ها و نیاز به تعمیر داشتن آنها ارزیابی کرده است. خدمات ضد انحصاری دقیق اعلان نکرد که راهگیرها در دوشنبه چقدر بالا خواهد رفت، اما تاکید نمود که تصمیم نهایی را برای بالا بردن ارزش راهگیرها محمد سعید عبیداللهیف رئیس شهر دوشنبه میگیرد. راهگیرها در مسافرکش‌های دوشنبه تابستان سال 2011 با قرار شهرداری 1.6 سامانی معین شده است، اما راننده‌ها اکثرا از مسافران 2 سامانی میگیرند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبریش که هر چند حالتهای کاهش یافتن جنایتکاری میان نابالغان نسبت به سال گذشته کم به قید گرفته شده بود هم ولی وضع تشویش‌آور باقی مانده است. سال گذشته 261 نورسانی سینی مکتبی از تحصیل در کنار ماندند. در این باره از وزارت کارهای داخلی اطلاع داده شده است. به گفته منبع از این تعداد 116 نفر پسر و 145 نفر دختر می باشد. 169 نورس از کوچه و بازار از طرف ناظران منطقوی ریاست‌های وزارت کارهای داخلی و مرکز تحویلگاه نابالغان انتقال یافتند. از جمله سال گذشته از طرف 742 نابالغ جنایت به قید گرفته شده است که نسبت به سال گذشته حالت رو به پس‌شوی دارد. یعنی به گفت رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی 7% کم است. دست به جنایت زدن نابالغان در شهر دوشنبه تشویش‌آور باقی مانده است. ما کارهای پروفیلاکتیکی را در جمهوری براه ماندیم. حتی توسط مسجدها هم در همکاری با والدین امام خطیبان آگاه میکنیم که فرزندان را درست تربیت نماییم. نظارت را جدی براه مانیم تا به دست به کارهای جنایی نزنند. ما از فعالیت کاری کارمندان وزارت کارهای داخلی قانع نیستیم. هرچند کارهای تکمیل مهارت کسبی میگذرانیم، آموزش‌های دوره‌ای را براه ماندیم. حالا هم سطح کسبی و فوری سست است. از این رو میخواهیم وسایل اخباری عامه و مردم همیشه در این سمت با ما در همکاری باشند. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.